کمتر از 10% اعضای کمیسیون اقتصاد خوندن. این فاجعه است. فاجعه است. کمیسیون تلفیق تشکیل میدیم، از 45 تا 3 تاشون اقتصاد خوندن. حالا چیکار بکنین اعضای خب این برای چی داریم این کارو میکنیم اصلا؟ نه ببین اصلا علت این که این داره اتفاق میفته چیه؟ چون همینجوری خوبه دیگه، کی به کیه، مثل بقیه جاهامونه. عرضم حضور شما میره جلو. مثلا عرضم حضور شما جامعه شناس و نمیدونم تاریخ اسلام دون رو میبریم میذاریم اونجا، چون جای حساسی است، جای بالاخره ارتباطات، جای تهدیده، بله جای معاملاته. ولی مثلا وزیر سابق اقتصادمون رو میگیم تو برو بس خود بچرخ، اون که نماینده شده رو میگیم تو برو بس خود بچرخ، تاریخ اسلام بیاد بشینه مثلا ازش در کمیسیون اقتصاد.